اشک‌هایی که دیشب به خاطر باختن یک تیم در فوتبال ریخته شد، آیا گاهی ما از خودمان پرسان کردیم که نیم او اشک را به خاطر تلف شدن اطفال غزه و به خاطر از بین رفتن میلیون ها انسان در غزه ما ریخته باشیم؟ مگم یاد ما رفته چند روز قبل به اثر بمباردمان وحشتناک طیاره‌های پاکستان چقدر هموطنان ما تلف شدند، چقدر انسان ها شهید شدند؟ آیا نصف او دردی که به خاطر باخت یک تیم در فوتبال در وجود ما پیدا شد، نیم او درد به خاطر از دست دادن هموطنان ما در وجود ما پیدا شد؟ نیم متاسفانه فقط یک اسطوره بود. شاید خیلی ها بگن های فوتبال کار بد است. نه برادر عزیزم، فوتبال بهترین ورزش هست زمانی که ما از او استفاده خوب بکنیم، زمانی که من حیث ورزش او را ما قبول بکنیم، فقط برایش وقت تعیین کنیم، نه ای که همیشه ما وقتمون را بر او ضایع بکنیم. جوان عزیز ما تا ساعت 2:01 شب میشنید که فوتبال سعی کند در پای تلویزیون. در روز محشر پیش الله متعال چی جواب میده جوان عزیز؟ وقتی که از ما جوان الله متعال پرسان کند که جوانیت را در چه مصرف کرده، چی جواب دهم برایش؟ بگم جوانیم را در پای تلویزیون به خاطر تماشای فوتبال گذرانیدم، به خاطر که فلان تیم پیروز شد و فلان تیم پیروز نشد، فلانی حذف شد فلان حذف نشد، به خاطر از او ما جوانیم را مصرف کردم. اگر ما به خاطر از دست دادن یک عالم و یا یک استادمان و به خاطر از دست دادن یک دانشمندمان ما اینقدر غمگین می شدیم و به خاطر از دست دادن اینها ما به علم دانش ارزش قائل می شدیم، امروز در افغانستان هیچ بیسواد وجود نداشت. افغانستان یک کشور پیشرفت بود و هیچ هموطن عزیز ما در مرزهای اروپایی در مرزهای کشورهای همسایه تلف نمی شدند و جان خودشان را از دست نمی دادند. اما متاسفانه که در کشور ما جای علم و دانش را مسابقات فوتبال گرفته. واقعا دردآور است. درست است که برای خواهران ما درهای مکاتب برایشان بسته است، اما دروازه های مدارس که برایشان باز است. مگم علم دین علم نیست؟ امروز صدها هزارها خواهران عزیز ما در افغانستان سالانه حافظ قرآن می شوند به خاطر اینکه اونها اثبات نشدند که درهای مکاتب برایشان بسته است، اونها در خانه بنشینند. اونها راههای دیگر را جستجو کردند که دیدن که راههای دیگر باز است به خاطر کسب علم که او همان مدارس است. اونها رفتن در اوجا علم آموختند که امروز الگوی بشر شدند. این نکته را به یاد داشته باشیم تا زمانی که انسانیت و همدلی، علم و معرفت جای هیجان‌های زودگذر نگیره، ما شاهد تکرار همچنین دردهای خواهیم بود.